طول چند روزی اخیر محدودیت انتقال نیروی برق در منطقه‌های گوناگونی تاجیکستان به قید گرفته شدند. ساکنان خواطرند که در آستانه فصل زمستان لیمیت انتقال نیروی برق شروع شده است. مقامات همه گونه محدودیت‌ها را رد کرده گفتند سبب قطع برق تعمیر است. از شهر استروشن به رادیوی آزادی گفتند که 2 هفته به این سو نیروی برق را به آگاهی قطع می‌کنند. منبع نوشته است ساکنان ناحیه مسجح ولایت سوغد نیز عرض کردند که هر روز به کمیش تا 5 ساعت به برق میمانند. بعضا ساعت 9 صبح برق را برای 3-4 ساعت خاموش میکنند. گاهی دیگر پس از نماز شام برق قطع می شود. هر وقتی که خواستند برق را خاموش میکنند. علاوه بر این دستی کم 6 نفر ساکنان شهر دوشنبه از ناحیه‌های رودکی و حصار و شهر نو گفتند برق قطع شده است. از ولایت ختلان نیز با اظهار نگرانی گفتند برق را قطع میکنند. با گفته آنها بعضا انتقال نیروی برق روزانه از ساعت 9 سحر تا 5 شام و شبانه از 10 شب تا 4 صبح ادامه میکند.